در قلب شلوغ و سنگ فرش شده شهر لیون، زوجی زندگی می کردند که سالها عشقشان را مثل گل در گلدان کوچک خانه‌شان پرورش داده بودند. کلارا و ژان، دو انسان با قلب‌های گرم که باور داشتند زندگی بدون عشق و حیوانات ناقص است. در یک روز بارانی بهاری، آنها سگی کوچک و سفید با گوش‌های افتاده و چشمانی شیطون را از پناهگاه حیوانات به خانه آوردند. اسمش را گذاشتند لولو. لولو شد قلب خانه. وقتی ژان از سر کار برمیگشت، لولو با دم تکان دادن به پیشوازش میرفت. وقتی کلارا حالش خوب نبود، لولو بی صدا کنارش می نشست و سرش را روی پایش می گذاشت. هر عکس خانوادگی با لولو بود. هر سفر با لولو بود. هر خاطره با لولو بود. اما مثل هر داستانی، ابرهای خاکستری بالاخره اومدن. حرفها کوتاه شد، دلها از هم دور شد و روزی رسید که دیگر عشق نمیتوانست دیوار خانه را نگه دارد. کلارا و ژان تصمیم به طلاق گرفتند. وسایل خانه تقسیم شد. تلویزیون، میز، کتابها، حتی گلدانها. اما وقتی نوبت به لولو رسید، سکوت سنگینی اتاق را پر کرد.